ما با عصر سنگ برگشتیم و یا چرا جوانان امروزه محبت خود را نه طریق اینترنت و یا مکتوب بلکه با نوشتن در دیوارها و بیناها بیان میکنند. ما اوید این مسئله از کلانسالان و جوانان پرسان شدیم. این آرای آداب نه، اگر همین آدمایی که همین خیلی مینویسن همین های نکنن بهتر بود، شهرمای ناآباد میکنند. اونا همه فرزندای ما شما هستند، باید که اونها رو تربیت کرد در روحیه وطن دوستی، در روحیه آباد زیبا اخلاقی تربیت کرد، در مکتب‌ها، در خانه، در کوچه. هر وقتی که ما می‌بینیم که یک بچه نوستی ایستاده است، همه ما به طرف این گذشته می‌رویم. وقتی که هر یک کس که گام میزنه باید حرکت تربیت می‌شود. Ну, это просто молодые люди. Это, ну, любовь, как говорится, и ничего им не скажешь. Ну, надо их просто с детства приучать этому, чтобы они не портили стены, город. بچه‌های بی‌عقل اینجا به گناهکار پدر و مادر اگر بچه‌هاشون نقص تربیت یا اگر همین نامعقولی نمیکنن. آدمای بی‌ادب، بچه‌های بی معرفت می‌نویسند. همین بی‌عقل. اینترنت مثل دیوارهای شهر میباشد که هر دیوانه هر چی خواهد مینویسد. اینها بسیارتر هم عاشق می نویسن به فکری من. بسیارتر همونایی که دیگه جاها میبینن برای همون دوست داشته هاشون به معلوم کردن، به نشان دادن به می نویسند هر چی های جمع و برابر دوست گفته. عاشقای بیقراره که هم تو تلبه ها میخوای نویسته میپرتا دیوار همون فکرم تمام. بنابر گفتی کرامت الله ناروف استقامت کننده شهر خوجند، امروز نوشتن در کوچه و پست کوچه ها بین جوانان چون یک شغل دوست داشته گردیده است. او میگوید در دولت های خارجه مخصوص جایهایی هست که مهمانان خارجی و جوانان در آن مکان با تصویر پردازی مشغول میشوند، نه با نوشتن سخنهای قبیح. یک شهر ایتالیا جایی که مثلا آمد و رفت میکنن مردمان دیگر کشور، مخصوص دیوارهای برای آنها داده میشود که آنها مثلا صورت مثلا همون کسبیت خودشون رو در آن دیوار نشان میدهند، در آن جایی که رسم میکشد. دیگر این گونه که شما گفته استادید که کی میکنند، این کی میکند؟ همون نفری میکند که این کسب رو دوست میدارد، این چیز رو دوست میدارد. ما باید این گونه شرایط رو برای آنها مهیا کنیم که آنها بگذاره و در همون جا همین کارش کنند. مثلا دولت‌هایی که پیشرفته هستند اونها به هستند در حقیقت همین چیز که دیوارها به رسم میکشند، یک کاریکاتورها و ایلوستراسیون میکشند که دقت جلب کننده است و بعد خود همونا همین پیگیری میکنند و دولت اجازه میدن، میگن که همین جواب هم خیلی خوش کنن، لیکن چیزی که یعنی ما میکنن یک فرهنگ پسودگیش نشان میده. غفران مرادوف، سرمهندس سرریاست آبادانی کارخانه واحدی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر خوجند میگوید جوانان شاید با این نوشتجات‌ها دوستداری خود را بیان سازند اما صورت شهر را به ضد میگردانند. او میگوید کارخانه آبادانی شهر همه روزه برای زیبا و آباد گرداندن شهر کوشش دارند، اما از جانب دیگر باید پدران و مادران و آموزگاران در یک جایگی جوانان را نیز در این راه تربیت سازند. امروزها از طرف بعضی شهروندان شهر خوجند کارهایی که به مدنیت شهرداری لایق نمی باشد به چشم رسیده ایستاده است. آن هم باشد نوشتجات های هر خیلی که به سنگ های مرمر، هیکل ها، مجسمه ها، دیوارهای بلند، بیناهای بلند آشیانه، دیوارک‌های پایراها و دیوارهای کوپرو، پنجره ها همین خیلی نوشتجات‌های هر خیلی شده ایستاده است. ما غیر از آن بعضی شهروندان ما همین میدان‌های گلبوته ها رو زیر کرده میگذارند، گلدان ها رو بعضی هاشون فهمیده یا نفهمیده خلال رساندگی با این گرفته میپرتان میشکنه. در بعضی از نوشتجات ها نام و فامیل، سال تولد، سراغه، دانشگاه و حتی نمره تلفن نیز آورده شده است. نقش و نگارهای عاشقی و بعضاً دغل در بیناهای محله های 13ام، 20م، 32م، پنجره های ماستی کهنه، کوچه به نام صادرخان حافظ زیاد دیده می شود. حتی چنین نوشتجات ها در هیکل و نیم پیکره های شاعران و قهرمانان نیز دیده می شود. گزارش رحمان علی خالمرادوف و ترسون علی شیرالیف، پیام روز.